سوال: لیلةالقدر چی معنا دارد و خصوصیت آن برای مسلمانان در چیست؟ الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بیایید از معنای عباره لیلة القدر آغاز کنیم. لیل به معنای شب، قدر به معنای تقدیر یا قدرت یا مقام بلند و یا بزرگی است. به همین ترتیب لیلة القدر شب بزرگ یا شب قدر و یا شب قدرت ترجمه می شود. اگر درباره فضیلت آن شب گوییم، پس آن نه تنها مهمترین شب در ماه رمضان است، بلکه افضلترین شب در تمام سال می باشد. این شب است که در آن قرآن نازل شده است. الله در قرآن در سوره قدر، سوره 97 از آیت 1 تا 5 می گوید: انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. which means that همانا ما آن قرآن را در شب قدر نازل کردیم in the night of power, in the night of decree. And what will و تو چی دانی که شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از 1000 ماه است. فرشتگان و روح یعنی جبرائیل در آن شب به فرمان پروردگارشان برای انجام هر کار نازل می شوند. آن شب تا طلوع فجر سلامت و رحمت است. بر اساس این آیت ها می بینیم که این شب، شب قدر، شب بزرگی، بهترین شب سال می باشد. این شب است که در آن قرآن نازل شده است. شب قدر، شب قدرت و شب مرتبه بلند و شب عزت. و هر عمل نیک در این شب بهتر از 1000 ماه است. اگر ماه 1000 را به 12 تقسیم کنیم، کمی بیشتر از 83 سال می شود. این نظر به عمر میانه انسان خیلی درازتر است. پس اگر این شب را به عبادت گذرانید، برایتان از عبادت یک عمره شما بهتر است. علاوه بر این، ما می فهمیم که در این شب با اذن الله سبحانه و تعالی روح القدس و فرشتگان از آسمان فرود می آیند. این شب تا صبح آرامش می آورد. علاوه بر این، در سوره دخان، سوره 44 از آیت 3 تا 4 قرآن، الله می فرماید: ما قرآن را در شب مبارک نازل کردیم، زیرا که ما همواره هشدار دهنده بودیم از مکر شیطان. در آن شب هر امری مهم فیصله می یابد و تدبیر می شود. قدر می تواند به معنای اندازه نیز باشد، چنان که در قرآن در سوره قمر، سوره 54 در آیت 49 آمده است: هر آینه ما همه چیز را از روی تقدیر، یعنی از روی اندازه آفریده ایم. قدر یا این که تقدیر، سرنوشت را گیریم، یعنی شب قدر که در آن الله تقدیر بندگانش را برای 1 سال آینده می فرستد، از این لیلة القدر تا لیلة القدر دیگر. چنان که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث از صحیح بخاری جلد 3 کتاب لیلة القدر شماره 2014 می فرمایند: هر که در شب قدر بر اساس ایمانی به الله و امید اجر و پاداش از وی به نماز بایستد و به عبادت مشغول شود، گناهان گذشته او بخشیده می شوند. این از فضیلت های لیلة القدر.